بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، این حلقه هشتم من ما و شماست که در این حلقه در موضوع نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم و مولد پیامبر و آن مسائل هایی که به مولد پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلق دارد ذکر و بیان خواهیم کرد. و اما پیش از این که به درس به این موضوع داخل بشویم، یک نکته مهم را بیان خواهیم کرد که در حلقه های گذشته در مسئله بوسه کردن خانه کعبه صحبت کرده بودیم. اما باید شما دانید که بوسه کردن خانه کعبه مطلقاً جایز نیست. بوسه کردن خانه کعبه تنها حجر الاسود جایز است، خیلی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که رسول اکرم از خانه کعبه تنها حجر الاسود را بوسیده اند و به حجر الاسود و به رکن الیمانی سلام داده اند و این عمل را به دیگر رکنها و به دیگر مکانهای کعبه انجام نداده اند. به خاطر همین است که عمر رضی الله عنه وقتی که حجر الاسود را بوسیدن گفتند: اینی اعلم انک حجر لا يضر ولا ينفع لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. یعنی من میدانم که تو یک سنگ هستی، ضرر هم نمیرسانی، فایده هم نمیرسانی، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که تو را بوسه میکرد، من هم به خاطر پیروی از رسول الله تو را بوسه میکنم، نه به خاطر چیزی دیگر. یعنی بوسه کردن حجر الاسود هم شرط دارد. شرطش این است که نه به خاطر تبرک خود حجر الاسود، بلکه به خاطر پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هدی متابعت سنت خیر البشر می باشد. و ابن عثیمین رحمت الله علیه در این مسئله می گویند: و غایت ما ورد فی مثل هذا الامر هو الالتزام بحيث يضع الانسان صدره وخده ويديه على الكعبة فيما بين الحجر الاسود والباب لا في جميع جوانب الكعبة كما يفعله جحال الحجاج اليوم. یعنی می گویند از همه بالاترین درجه که در این مسئله ذکر شده است این است که شما در بین حجر الاسود و در بین خانه کعبه می توانید صدر خود را بگذارید، کتف خود را بگذارید، دست خود را بمانید و دعا بکنید. اما این کار تنها در بین خانه کعبه و در بین در خانه کعبه و به حجر الاسود می باشد، یک جای کم. اما در دیگر اماکن این عمل را انجام دادن، بوسه کردن، مسح کشیدن خانه کعبه، تبرک جستن با این ستاره یعنی پرده های خانه کعبه جایز نیست. اما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که انسان های به اینجا آویزان می شدند به پرده خانه کعبه و پناه به الله می بردند و این جایز است و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. و این مسائل را هم ان شاء الله واضح‌تر در باب حج بیان خواهیم کرد. وقتی که ابن عباس رضی الله عنهما با حضرت معاویه رضی الله عنهما معاویه ابن ابی سفیان خانه کعبه را طواف می‌کردند، معاویه رضی الله عنه یستلم الارکان كلها، امی 4 رکن خانه کعبه به هر 4ش سلام داد. معاویه به هر 4 خانه کعبه رضی الله عنه سلام دادند. انکر علیه ابن عباس رضی الله عنه به معاویه انکار کردند، این عمل را رد کردند. فقال له معاویه لیس شیء من البیت مهجورا. معاویه رضی الله عنه گفتند که در خانه کعبه یگان جای مهجور و ترک کرده شده است نیست، متروکش وجود ندارد. ابن عباس رضی الله عنه گفتند که لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، به تحقیق به شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمونه بهترینی بودند. و معاویه رضی الله عنه به قول ابن عباس رضی الله عنهما بازگشتند.
و این دلالت میکند که مس کشیدن خانه کعبه، تعبدن و سلام دادن بر رکنهایش، مس کشیدن، این همه کار بدعت است و جایز نیست و بهترین عمل و بهترین هدی این متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و اما حدیث هایی که روایت شده است که گویا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد حجر الاسود خیلی هم گریه کردند و به عمر گفتند هنا تسکب العبرات. این حدیث در ابن ماجه روایت شده است، لیکن علما اسنادش را ضعیف میکنند. یعنی در نزد حجر الاسود رفته خاص در نزد حجر الاسود گریه کردن هم در سنت وارد نیست. ان شاء الله این مسائل را ما به شما در باب حج باز بیان خواهیم کرد. اما مسئله امروزه ما برادران عزیز، این مسئله اولا نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روی زمین بهترین و اشرفترین نسب داشتند. نسبشان بهترین و اشرفترین نسب بود و حتی دشمنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود این که بر رسول الله دشمنی می کردند، عداوت داشتند، بغض داشتند، اما اقرار می کردند که رسول الله از درون اینها بهترین نسب را صاحب است. چه خیلی که ابو سفیان رضی الله عنه پیش از این که اسلام بیاورد، وقتی که ملک روم، پادشاه بزرگ روم دعوت کرد و از ابو سفیان پرسید که کیف نسبه فیکم، نسب پیامبری که در بین شما ظهور کرده است و به من نامه نوشته است، نسبش در بین شما چگونه است، اجدادش چگونه اند؟ ابو سفیان گرچنده که در اون وقت مخالف بودند گفتند هو فینا ذو نسب، پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم در بین ما صاحب نسب بزرگ است، ذو نسب. چه خیلی که این حدیث خیلی دراز که در صحیح بخاری وارد کرده شده است. یعنی این قصه کاملا در بابهای اول صحیح بخاری رحمت الله علیه روایت شده است. فرسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرفمندترین قوم از درون قوم هاست، اشرفترین قبیله از درون قبیله هاست. نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان میکنیم که محمد ابن عبدالله، ابن یعنی پسر عبدالله. وقتی که نام یک انسان به نام پدرش می آید، در اینجا ابنی نوشته نمی شود، یک این معلومات گراماتیکی یعنی بین نوشته می شود. اما وقتی که لقب شما می آید در این حالت ابنی نوشته می شود. به خاطر من محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، یعنی پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب، پسر هاشم، پسر عبدالمناف، پسر قصی، پسر کلاب، این چونین می رود تا پسر عدنان و عدنان پسر حضرت اسماعیل علیه السلام، رسول و نبی از رسول و انبیاء الله می باشند که اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الله هستند. این بهترین شرف است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جد بزرگشان، بابای بزرگشان اسماعیل ذبیح هستند. خیلی که علما بیان میکنند قول صحیح و صواب و درست این است که اسماعیل این ذبیح بودند، به خاطر الله ذبح، به خاطر الله به ذبح شدن راضی شدند و در حالت ذبح کردن یعنی میخواستند که ذبح کنند، الله از ابتلا اونها را آزاد میکند، از امتحان میگذرند و تمام صحابگان و تابعین و علمایی که بعد از اونها آمده است، میراثخواران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگویند که ذبیح اسماعیل است. اما قولی که میگویند ذبیح الله اسماعیل نیست بلکه اسحاق است، این قول باطل است و ابن القیم الجوزی میگویند به
20 وجه اثبات میکنیم که این قول باطل است و اسماعیل علیه السلام این ذبیح می باشند. و میگویند که من از استادم شیخ الاسلام ابن تیمیه شنیدم که رحمت الله علیه میگفت این قول، این سخنی که در بین بعضی از انسانهای مسلمان وارد شده است و آشکار شده است گویا که ذبیح اسحاق است، از اهل کتاب بیرون شده است، در حالتی که با نص کتاب خود اهل کتاب این قول باطل است. خیلی که در کتاب خودشان آمده است که ابن تیمیه میگویند که در کتاب خودشان آمده است که الله امر کرد ابراهیم را تا که ذبح کند پسرش اسماعیل را. این لفظ آمده است، اما این یک صفت اهل کتاب بود که اونها تحریف میکردند. بعضی از کار را به خاطر نفسشان، بعضی از چیزها را به خاطر بغض دینمان، بعضی چیزها را به خاطر بغض محمد صلی الله علیه و سلم که تا امروز این بغضشان روز به روز آشکار شده ایستاده است، کتابشان را به خاطر این تحریف کردند. خواستند که مردم از این حق بیخبر باشد. اونها 4 کتاب معروف دارند: متی، لوقا، یوحنا، بلقیس. در این 4 کتابشان تحریف کردند و تغییر دادند. و اما در کتاب حقیقی که این کتابی که از خود شاگرد حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده است که برنابه گفته می شود، که این کتاب را یهودیان و خریسیان همه هر دو این کتاب را پنهان نگه می دارند، طبع شدن، چاپ شدن این کتاب را منع می کنند. در این کتاب آشکار آمده است که ذبیح الله یعنی ذبیح این حضرت اسماعیل علیه السلام پسر ابراهیم بودند. پس یک چند دلیل ها را به شما بیان میکنیم که چرا ابراهیم، چرا اسماعیل این ذبیح هستند نه اسحاق. دلیل اول این است که در مکه اسماعیل و مادرشان هاجر زندگی میکردند، نه اسحاق و مادرشان ساره. اسحاق و ساره در ارض عراق، در اون دورتر از مکه زندگی میکردند، خیلی هم دور از مکه. و حادثه ذبح در مکه رخ داده است که در یوم النحر امروز ما قربانی میکنیم و این مشاعر را حجاج در مکه و اطراف آن میبینند. پس وقتی که در مکه این واقعه رخ داد، پس به اسماعیل علیه السلام رخ داد. و دلیل دیگر این است که الله رب العزت و الجلال اسماعیل علیه السلام را در قرآن وقتی که ذکر میکند حلیم ذکر میکند، و وقتی که اسحاق را ذکر میکند علیما ذکر میکند. حلیم معناش این است که خیلی هم احلمترین انسان بودند که به خاطر اطاعت پروردگارشان ربشان برای ذبح شدنشان اجازت دادند. پس این دلالت میکند که ذبیح این اسماعیل علیه السلام بودند نه اسحاق علیه السلام. و اینچنین معلوم است که ابراهیم علیه السلام 2 زن داشتند، ساره و هاجر. هاجر این کنیز بود، هاجر کنیزه بودند. وقتی که هاجر فرزند تولد میکنند از ابراهیم علیه السلام، اسماعیل را تولد میکنند. ساره که زن اول ابراهیم، زن آزاد بودند که فرزند نداشتند، خیلی رشکشان زیاد می شود، سخت غمگین می شوند. رشکشان وقتی که زیاد می شود، الله حضرت ابراهیم را امر می کند که هاجر و فرزندشان اسماعیل را از نزد ساره بگیرد و به ارض مکه جایشان بکند تا که حرارت غیرت،
علنگی غیرت در قلب ساره خاموش بشود. اینک از رحمت الله تعالی و از مهربانی الله رب العزت و الجلال نسبت ساره بود. پس چگونه می شود که با این قدر الله مهربانی که به ساره کرد، بعد از این که ساره تولد کند باز امر کند که فرزندش ذبیح باشد؟ این راست نمی آید. خیلی که ابن القیم جوزی این مسئله را آشکار بیان می کنند. پس ذبیح این اسماعیل علیه السلام بابای بزرگی پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم هستند که ابراهیم اسماعیل پسر کلانی حضرت ابراهیم هستند و پسر دومین حضرت ابراهیم اسحاق هستند. از اسحاق علیه السلام تمام انبیا و رسول بنی اسرائیل به دنیا آمده است، مبعوث شده اند. ابراهیم پسرشان اسحاق و از اسحاق یعقوب می شوند که یعقوب را پدری تمام نبی و رسولان اهل یهود ذکر می کنند. برای همین بنو اسرائیل وقتی گفته می شد گویا که بنو فرزندان یعقوب هستند. و پیامبر ما محمد صلی الله علیه وسلم از ابراهیم می باشند و این بهترین دلالت می کند که بهترین نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و برای در این مسئله برای بیان شدن احادیث زیاد آمده است که صحیح و غیر صحیح که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبشون بهترین نسب بود. و به موضوع دوم داخل می شویم که این تولد شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، مسئله مولده صلی الله علیه و سلم که این مقصد اساسی ما است. یگان خلاف در بین علما وجود ندارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین مکه، در مرکز مکه به دنیا آمده اند و همه علما اتفاق می کنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عام الفیل، سال فیل به دنیا آمده اند. اما به ماهی که رسول الله در اون ماه به دنیا آمده اند همه اختلاف می کنند. بعضی از علما ربیع الاول، بعضی از علما ربیع الثانی، بعضی اشان ماه دیگر. با این یگان قولی صحیح وجود ندارد، همه اجتهادی است. به ماهی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شده اند در انیق کردن این ماه همه علما اجتهادی صحبت می کنند. اما روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون روز تولد شده اند روزی دوشنبه می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی دوشنبه تولد شده اند و روزی دوشنبه مبعوث شده اند و روزی دوشنبه به مدینه داخل شده اند و روزی دوشنبه وفات کرده اند. و به این گفته امون احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت می کند که ان شاء الله در فضل روز دوشنبه و پنجشنبه هم هست بیان خواهیم کرد. مختصرا می گوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند سئل النبی عن الصوم اثنین، پرسیده شدند که چرا روز جمعه روزه میگیرید؟ پیامبر گفتند ذلک یوم ولدت فیه، این روزی است که من در این روز تولد شدم، و بعثت فیه، و این روزی است که روز دوشنبه من مبعوث شدم، پیامبر شدم. و این دلالت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه تولد شده اند. ببینید مکانشون معلوم است، سالی که تولد شده اند معلوم است، روزی که تولد شده اند معلوم است، اما ماهی که تولد شده اند معلوم نیست. و در این مسئله علما اختلاف می کنند و همه با اجتهاد صحبت می کنند. عام الفیل معروف است، قصه فیل که حتی سوره فیل در این مسئله نازل شده است که یک قوم ابرهه به خاطر ویران و نابود کردن خانه الله بیت الله
کعبه می آید، اما الله به واسطه قدرتش و علمش پرندگانی را نازل می کند که سنگ در نولشان سنگچه های را داشتند که به بالای کسی که می انداختند می پرتافتند و می پرانیدند، این انسان وفات می کرد که قصه این معروف است. ان شاء الله در درس های آینده بیان خواهیم کرد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه به دنیا آمده اند. اما مسائلی که به روز تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارد این است که آیا جشن گرفتن روز مولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درست است یا نیست؟ علمای اسلام در این مسئله سخن کردند. علمای اهل سنت و الجماعت همه با یک سخن میگویند، اجماع میکنند که جایز نیست. اجماع علما قوی ترین دلیل است. اجماع که همه علمای اهل سنت و الجماعت میگویند جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست. خیلی که امروز مشاهده می شود در بعضی از جایها جشن می گیرند و وقتی که این مسئله را انکار کرده می شود حتی شاید غضبشان هم بیاید که چرا این کار می کنید. انکار کردن این مسئله سبب دارد. سبب یکم این است که تمام خیر و تمام نیکی و تمام خوشبختی پیرو شدن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه پیامبر شدند 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه 23 سال زندگی کردند. اما در مدت این 23 سال یگان مراتبه وارد نشده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مولود خود را جشن بگیرند و حتی نه فعلا نه قولا ثابت نشده است. و اینچنین به صحابگان محمد صلی الله علیه و سلم یگان بار بیان نکرده اند، نفرموده اند که جشن مولد مرا جشن بگیرید، مولد مرا جشن بگیرید. و اینچنین صحابگانی که سخت‌ترین و متابعت کننده ترین مردم به پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند